بسیار حکمش واز بینایی مثلا حضرت صلی الله علیه و قسم یاد کردگی ای قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست تا زمان میگه قرض بنده سپریده نشود جنت نمیدروید هو محبوس بدینه این محبوس ای میگه به همین سبب این قرضی که در دنیا داره مسئله قرض بسیار واز بینایی بسیار جدیه او در حدیث های صحیح اومده است میگه در جنازه ایستاده بودن حضرت صلی الله علیه و سلم سوال کرد که همین یگان کس قرضدار نیست یا شخص گفت که ای من 2 درهم قرض دارم نباشه گفت من جنازه‌ش نمیخواستم بعد حضرت ابو قتاده هم صفی پیش رفت دست گفت یا رسول الله هم 2 درهم و کلام میگیرم من میتونم جنازه‌ش نمیخوام تا برد میروی برای 2 درهم حضرت گفت جنازه‌ش نمیخوام بچه $5000 با بازم طلاق قسم میخورم که ما همین نگرفتم بود سیاه میشه و اونجا دیگه درهم و دینار نیست. در جامعه نفرانی رو میدونیم که با مجرد این که مثلا قرضی دار هستن ولی قرض خیش رو پرداخت نمیکنن رو میارن به صدقه کردن. خب از نگاه شما میخواهم همین را پرتر فهمم که صدقه در اینجا افضل است و یا ادای قرضش. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که کدام نوع صدقه افضل است؟ گفت از صدقه تو فی رمضان. صدقه در رمضان افضل است نسبت به همه ماها اما با قرض یگان ربطی ندارد. صدقه دادن مستحب است، مفهوم صدقه عادی قطعی مستحب است، اما قرض دادن واجب است. قرض برگرداندن یعنی آدم قرضدار نمیتونه صدقه کند. اگر پرسن که قرضدار است تو نکی صدقه میکند، بله مردم میگن اجازه میدی، کسی میگه خیر صدقه کن مهلت غنیمت است، مثلا بعد از رمضان قرض ادا میکنی، اینا تعلیمات نمیگه. قرضدار در فکر قرضش باشد. قرضدار حق ندارد در خانهش گوشت بخورد. مادام قرض گرفته اون جانور که دست پیش بر با 2 دست ادب سرمایه‌اش نزد تو گذاشت، این خدا میگه که اگر کسی با نیت ادای قرض کرد که مشکلات دارد امروز قرض میگیرد، میگه که نیتش هست که مثلا چند وقت بعد اینا برمیگردونن. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی با نیت ادای قرض میگیرد خدا کمکش میکنه. کسی با نیت این میگیرد که از این میگیرم تا این 3 ماه پس میپرسد با از کسی دیگر میگیرم، یک عمر در همین نیتی بعد سرگردان است. یعنی خدا کمکش نمیکنه. برای این آدم قرضدار صدقه کند یا نکند ادای قرض افضل است. اگر 10 سامان که یافت باید گذارد کنار تا قرض ادا کند یا علاقل همین 10 سامان برده در دست قرضدار تیاد که امروز همین پیدا کرد. مسئله هم داغی روز شده است. برادرها همسینفا دوستا زنگ میزنن مبلغ میپرسن که اگر داشته باشین قرض دهید. ما الحمدلله مسلمانم مثال نه گفتن نمیتونیم، اگر داشته باشیم نه گفتن نمیتونیم. همین ما میدهیم، همین مبلغ میدهیم، لیکن همین مبلغ بر نمیگردد. همینجا ما چیکار کنیم استاد؟ اگر مثال دو دیگر پرسند اگر بگیم که نه دروغگو میشیم یا که چیکار کنیم استاد؟ اگر روشنی میانداختید. قرض دادن در شریعت اسلام عمل خوب است. وقتی که به یک بنده مسلمان قرض میدهید ثواب عظیم میگیرید. این بسیار کار خوب است. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیهم ذکر کردند که کسانی که قرض را میگیرند و نمیدهند، بعد آدم های پولدار دیگه قرض نمیتیند که میگن که دیگه قسم میخورند که دیگه قرض نمیتیند. برای آنکه قرض میدهند تا قرض گرفتن بسیار معامله خوب بود. وقتی که قرض گرفتن دیگه هم معامله کنده میشد، هم دشمنی میشد، بدبینی پیدا میشد نسبت بین قرض دهنده و قرض گیرنده. وقتی که قرض میپرسد بعد میبیند و تا دشمنی تا کشتارها شدگی هست. وقتی که قرض طلب میکنید بعدش انکار میکنه من قرض نگرفتم چیکار کرده میتونی؟ یا بعضی شدن که من از دعوا میکنم که این برای من مبلغ داده بود که به فلان جا به جنگ رو گفته پول داده بود، اکنون که من به جنگ نرفتم مبلغش دعوا دارد، گفته برفته از نامه شکایت میکنم، گفته ترسانیدین. سبحان الله. یعنی که روزی که قرض گرفته بود دوست بود، آدمی بیگانه اومده قرض نمیگیرد. یعنی به همین درجه رسید. بنابراین بعضی علما گفتن که کسانی که قرض میگیرد و نمیدهد
و همین سبب میشد که پولدارها به مردم دیگه قرض نمیدهند. وقتی که قرض نمیدید یا بیچاره حاجتش روا نمیشد، او شاید تبابت کند، شاید امروز آمده است که مثلا در بعضی کشورها اول قوه برق میسپرید، بعد شما برق استفاده میبرید. برق با کارتوشکه است، همین که مبلغتون در کارتتون تمام شد، قوه برق اتوماتیک تمام میشد. بی قوه برق نه نماز خونده میشد، نه طهارت کرده میشد، نه آب کار میکند. یعنی که زندگی و اینترنت کار نمیکند. مردم زندگی هاشون امروز مربوطی به قوه برق است. همین آدم مثلا میبیاد که آیلی که من مزدی من بدی 5 روز میشد، لیکن برای حاضر پولی سویت سپردن پول ندارم، 5 روز به مثلا برای من قرض ده، بعد نمیدهد. همین آدم 5 روز در بی برقی میماند. همین آدم عذاب میکشه، اذیت میکشد. میگم گناهش به همون آدم هایی که قرض گرفتند و در وقتش ندادند و سبب شدند که پولدارها دیگه به مردم قرض نمیدادگی شدند. بسیار آدم ها شاهد شدیم و تاجرها و مردم های پولدار میگن که من از قرض دادن توبه کردگی هستم. حتی یه آدمی که ثروتمند است به یک برادر گفته است که من قسم به نام الله خوردگی هستم که الله مرا لعنت کند اگر قرض دیم به یگان کس. گفته است هر کسی که قرض دادم دشمنم شد. گفته است روزی که میتید خوب هستید، لیکن نتیجه بد داد. برای من دیگه قرض نمیتیم. گفتیم و بعضی آدم های خوب برای خودشون همین خیلی شعار مونده که کسی قرض پرسته بیاد $1000 مثلا پرسته بیاد، $100 $50 میتین خیریه، به امیدی که دیگه این پول گیرو من دیگه بی قرضیم. یعنی برای اون که اگر بود طلب کنید در وقتش نتیاد، آدم ها دیگه امانت برداشته شده است، در وقتش نمیتین، حتی بروی خط سیاه میدارن. این بسیار هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله تعالی میگه مگر مکافات نیکی غیر از نیکی باید چی شود؟ باید مکافات نیکی باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم انما جزاء السلف الاداء والدعاء، جزای دادن قرض، مکافات دادن قرض ادا و دعا گفتن. یعنی قرض آورده در وقتش میتید، با رحمت میگوید جزاک الله خیرا میگوید، همین مکافاتش است. بعضی آدم ها وقتی که قرض بر میگردونید خرسند میشن، میگن رحمت جزاک الله خیرا، میگوید که آخی به تو رحمت، به تو الله مکافات نیکیت گوید. میگه که همین در وقتش آورده دادگید به رحمت. یعنی که امروز پولدارها یعنی که شکرگزار و رحمت و سپاسگزاری میکردگی شدیان به آنهایی که در وقتش قرض میده. این خیلی آدم ها خیلی کم است. حتی یک داملا میگن که من اگر قرض دیم فقط به فلانی میتیم، میگن به یک داملای دیگر نامبر کرده که اون آدم در طول تاریخ یعنی اگر قرض گیرن در وقتش آورده میتیم. برای همین اگر قرض دیم فقط برای یک کس میتیم، دیگه برای آن کس نمیتیم. یعنی مردم همین خیل شده. سبحان الله. دیگه امر شریعت این است که به مردم دستی دراز کرده، مادامی که دارید دهید. یعنی که حتی وقتی که میدهیدم به خاطر الله دهید و از برگردانیدن آن امیدتون کنده تید در این زمان. سبحان الله. امیدتون میکنید بعد میتید از الله تعالی امید کرد. به همین درجه ایمان و به همین درجه مبلغ داشته باشید بله قرض دید. لیکن ما مجبور شدیم به حتی بعضی برادرهای توصیه تیم که قرض نتی و به نسیه نفروش گفته، برای اون که نمیتید، گدایی نمیکند و آمده بار میگیرد به نسیه و نمیتید تمام، یا قرض میگیرد نمیتید تمام. یعنی این آدم مهنتی شبانه روزی یک آدم به همین دفتری نسیهش تمام است. یعنی اکثری فایده در نسیه است، اکثری. حتی بعضی ها از همین خسته شدن، همه آدمایی که در دفتری نسیه 10 سال سین قرار دارن اخیر نام مای خط میزنن میمانند دیگه.
بله اجر و ثواب عظیم دارد اگر واقعا یک آدم به محتاج شده باشد و دیگه پول داده نتواند. لیکن کسی با همین نیت گیرد الله تعالی اون مال برباد میتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد الله عنه. کسی که از مردم مال مردم گیرد با نیتی دادن الله یاری میدهد برای گرداندن. و من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه الله عنه. کسی که از مردم مال مردم رو میگیرد مردم به عرق جبین جمع کردن. حتی بچهش گاها یه چی خریده تگود ندادگی هست برای بچهش. $100 برای بچهش ندادگی است، به تو $5000 داد که دکومنت کنی مثلا. امروز نمیتی اون ماله. بچهش پدرجان فلان چی خریده تگود نگفته که ندادگی است، لیکن توی قدر کرد. ایمانت، اسلامت، برادریت قدر کرد، خیش و تباریت قدر کرد. با امروز خیانت میکنی. چیزی که به فرزندش نداد، شاید همسرش چند ماه این التجا دارد که برایش لباس خرد نخرید، به تو قرض داد. بنابراین بسیار مردم را علم میکند وقتی که قرضشان را بر نمیگردانه آدمایی که گرفتن. برادرایی که قرض گرفتید، والله روز قیامت این پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتن که پیش از اون که دینار و درهم شود امروز صاف شوید. روز قیامت ثوابهاتون نمیتید. کسی که مالی مردم گرفتید و ندادید، ثوابتون که تمام شد از گناههای صاحبی مال گرفته به گردن شما پرتافته میشه. اون روز بعد پرسنتش قطعی میشه، زیاد میشه. امروز حالا اینکه همین پول است، همین صاف کنید. اگر که صاف هم نکرده تلفناشو بردارید، از وضعیتتون آگاه کنید. میگن که پول دارد لیکن نمیتید. اینش با علم آور است. پول دارد، زندگی خوب دارد، پول نمیتید. نداشته باشد و دیندار باشه، آدمی خوب باشد، میگوید که خیلی پولم به عبادت الله تعالی صرف شد، به یک جای خوب صرف شد. روز قیامت الله تعالی پرسیدم انشاءالله من در یعنی که در خیر هستم یا بخشیدم در خیر هستید به یک بنده پاک، لیکن یه آدم میگیره با پول شما گناه میکند، با پول شما گناه میکند، با مال شما رو نمیگردونه. اینش علم آور است واقعا. بنابراین برادرها به هر حال دینی مقدس اسلام به دادن قرض، به نیکی کردن به مردم، به طعام دادن مردم، یاری کردن به مردم توصیه میدهد و همزمان وصیت میکند که به نیکی باید مکافات نیکی گردانیم. قرض قوالا امروز همین خشیده که قرض میگیرن نمیتن. قرض اینقدر سخت بوده برادرها، در روزی قبر ده میمونند بعد میفهمی که کاش که قرض نمیدادم، میلیون میبود، خانه ما میفروختم، ماشین ما میفروختم میدادم و امروز در قبر آزاد بودم. حدیث مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب الدین مغلول فی القبر او کما قال، کسی قرض داره در قبر به زنجیر میبندنش. این دستش به این پاش میبندن، این پاش به این دستش میبندن. کوشش کنه قرض بده. خدای نکرده انسان قرضدار بمره در قبر در زنجیر بستگی. وارثاش از داملا پرسید گفت خدای نکرده اگر قرضدار بیاید و حجت دلیل بیاید میبخش میتین ادا میکنیم؟ بچهش قطعی دماغ گفت بله رستم جون، چرا که اگر ادا کنن قرضدار باشه، ادا کنن این آزاد خواه، ادا نکنن بستگیه. از ما شما نمیخواد شتگین پاتون در کیسه میگن تیز بخیزین. اگه فکر کنین در قبر با زنجیر دوستت به پات بستگی باشه چقدر سخته. گفتم بهترین انسان کیه؟ گفت مالدار، سرمایه‌دار، قرضدار داره، حق همون قرض ادا نمیکنه. صاحب حق میگه مرد قرض مبوتی آخه من کار کردم در تای دست حق مرا ندادی. میگه غدن پگا بیو با پگا میآید فرداش میآید با میگه غدن با پگا بیو. میگه فرد روز قیامت در عذاب سخت گرفتاره، خدا نمیبخشه او را. همین امر معروف یک خانه ده کردم، خدا رحمتی اکای صدلو بودم از میشناسین اوتای سورو. میگه مولوی رفتم گفت ای سر یک پنجتیجه تو مغازینی پیش یک بینال گفت دکان با دکان در آمدم، گفتم دفترات نگاه که یک قرضدار نباشم که خدای نکرده من در قبر با زنجیر باشم. گفتن اکای صدلو تو قرضدار نیستی بخشیدی مگر هم 10 سوم 20 سوم. گفت نه من زور گرفته باشم 10 سوم 20 سوم، نه که من قرضدار نیستم انشالله.
میگه همش گفت مولای دیدم گفت قرضدار نبودم تا کوچه دا دکانه کو دکانی نه خلیل و میگه اومدم پرسیدم ایمونه ببین انسان که خدا بترسه هر کس زمان ترسید شادش کنم از آتش دوزخ آزادش کنم همین بترسین قرضداران نگین ای 10 سمه ای 20 اکو پولی نیست ای خیلی چی نمیکنه بو یخلو ای 100 سمه که همی قرضه هم 100 سمه میپرسه نه عزیزانم طلب مغفرت طلب معاف کنین کسی قرض میته فضیلت چه بگم برادرها کسی قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه اگر دمی دنیا هم نگیرش زلال نمیبینه چی بگم قرض میتی تا آوردن قرض تا الله سبحانه و تعالی تو دا ثواب مینویسه یک آدم قرض میتی او تا قرضی تو آوردن تو دا هر روزش خدا ثواب مینویسه دویم اگر دای دنیا نداد مرد نمیته چی میگه ای او را احمق کردم ای او را فلان کردم ای او یک طریب دهم بوزه چی کردم ای تریش کردم ای فلانش کردم مقصد ندادم پولشه دواندمش گفتم نیست پول مول خیال کرده نه برادر او فایده که تو گوری خودت کندی به دستی خودت تو خودت در دوزخ تویی کردی قرضداری قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه در همین دنیا ثواب میگیره روز قیامت خداوند میگه من تو را بخشیدم جنت برن یکی پیش جنت ده یک کس تو دیگه ایمو قرضدار بوده برای حق همون را بوده می اومده که در پیش تو السلام علیکم میگوسه در او دنیا هم پول دادم ماشین گرفتی پول ندادی تراکتور گرفتی پول ندادی این مغازه خرید میکردی پول ندادی فلان ندادی گفتی که قرض بوده زن بچه زن میتون پول دادم نیاوردی پول فلان چند بار آدم روی کردم حقارت کردی گفتی نیستای اگه مرا قرض ما بوده ما بعد میگه اونجا پول مول نیست در اونجا دیگه اونجا چیه اونجا میگه ثوابات بوده در جای قرض هیچی نداری ثوابات بوده میگه ثوابم هم گرفتن میگه انمو اندازه قرضی که من ترا دادم گناهای مرا حمل کرد میگه یعنی فهمیدین که هیچ وقت قرضدار زلال نمیبینه پس برادرها کوشش کنین ایام دنیا حق مردم نخورین ان شاء الله در جنازه دوملا میگه که حق الله و حق العباد حق الله با بندش نماز و روزه و حج زکات توبه کنه خدا میبخشش لیکن حق بندش بخشیده نمیتونه فردا روز قیامت هر کس حقش میگیره در حدیث میآید گوسپندی شاخداری که گوسپندی به شاخ زدگی روز قیامت فیرادش میکنه گوسپندش شاخدار شاخش میشکنه گوسپندی به شاخ میته میگه بزن حق تا بگی چند شاخت زده بود پس عزیزان من ظلم نکرین حق یک کس نخورین کار فرموندین حقش عرقش قاق نشده بودین قرض دادن بسیار ثواب است لیکن مع الاسف بازم میگم مع الاسف امروز بسیاری آدما قرض میگیرن و در فکری دادنشان نیست قرض میگیرن و دیگر نمیتونن بنابراین امروز دیگه آدم‌ها از قرض دادن هراس دارن زیرا بسیار آدم‌ها رو من میدانم که ده ها و صدها هزار پولشان قرض گرفتن آدم‌های خوب قرض گرفتن تا امروز نمیتونن یا دادن نمیخواهند یا داده نمیتونن و همین دیگه از قرض دادن بیچاره قیمه شده هستند بنابراین روایت دم و فی القرض اتلاف قرض دادن مال این تلف کردن مال است خوب به هر حال ثواب است لیکن دادنش حرکت کنی اگر امکانیت داشته باشه آدم دلپر باشد باوری داشته باشد نمازخوان باشد قرض شما را گردانده میتید اما به نماز باشد قرض نتید زیرا به نماز و قرض خدا را که ادا نمی کند او به طریق اولا قرض تو را نمیتید صاحب چارکتا سعدی بزرگوارم میگه که وامش بده آنکه به نماز است گرچه دهنش زفاقه باز است وام گفته قرض میگن وقتی که نماز نمیخوانه و این قرض نته اگرچه محتاج زیاد هم باشه زیرا که او از قرض بندگی خودش در پیشگاه خدا پروا ندارد او قرض بندگی که هیچی کاری نیست طهارت کرده و که نماز خواندن است همون نمیخواد کند و با او قرض تو رو گردانده میتید او نمیتید او فرصت یافت میگریزه مقتی برفت اما دیده که آدم خوب است نمازاش میخوانه صالح است محتاج شده است تیبش ثواب میگیره زیرا که برآوردن حاجت مسلمان این هم صدقه است دادرای عزیز